این ویدیو. خب بچه ها خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی بسیار جذاب دیگه. آقا تو این ویدیو اومدیم یه گیمی که قبلا بازی کردیم بازی بکنیم. کال آف، اگه یادتون باشه اولین ویدیو چنل یوتیوب ما بود که گذاشتیم و رفتیم دیدیم چه وضعی پیش اومد با اون یار پدر سلامتی. دیدید که عجب وضعی پیش اومد و واقعا یار رومخی و عذاب کنه خیلی استغفرالله بود. و امروز اومدیم با یه کانتنت دیگه کال آف. بچه‌ها یه سری ویدیو رو قرار شروع کنیم، یه سبک جدید. اسم این سبک 0 تا 100. بچه‌ها ما همونجوری که میدونید من یک کانال کالاف اکانت کالاف دارم که لیولش الان 50. و بچه‌ها ما میخوایم این اکانت رو برداریم و از 0 تا 100 رو با هم دیگه بریم. یعنی از همون لول 50 قراره تو اون تا لول 250 لول 300 تا ماکسیموم اگه بتونیم 300ش که واقعا اگه بتونیم بریم خیلی خوبه. و قراره که از عرش به فرش بالاخره قراره از یه چیز خوب برسونمش به یه چیز بد. بابا من چی دارم میگم؟ به خدا برنامه‌ریزی شده نیست اینا. قراره یه چیز بد بکنم یه چیز خوب. اینو اوکی بکنیم و کلا هم لول اکانت میره بالا هم سطح بازی خودمون، چون من زیاد حرفه‌ای نیستم و نوبم و این سری شروع شده. و اگر ببینم حمایت میکنید حتما سعی میکنم پارتوشو زود به زود بذارم. و آقا دیگه فیلمونه لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. 2 دقیقه اینترو شد و دیگه فیلمونه. بذار بریم سراغ ویدیو. گولت. آقا از اون اینترو که دیدی تقریبا میشه بود 1 روز یا 2 روز، فکر کنم 2 روز، نمیدونم یا 1 روز یا 2 روز داره میگذره بچه ها. به خاطر اینکه من چون یه مدت کالاف بازی نکرده بودم کلا لود نمیشد بازی برام، یعنی تو لودینگ میمون وسطش و واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. و الان درست شد و اومدیم امروز بریم سراغش با هم دیگه. ولی خب اینطور که دیدیم یه واسه 2 سال پیشه. و آقا برو بریم سراغ کار. ببین ما همونجوری گفتم میخوایم 0 تا 100 داشته باشیم. ببین ما الان لولمون 51. خب به نظرم که بتل رویال بزنیم بهتره بچه‌ها، چون توی بتل رویال هم کلا رنگ میبره بالا هم لول رو خیلی سریعتر میبره بالا و به نظرم واقعا رنگ بهتره. یه تیم 4 نفره هم میزنم و اینم بیارم اینجا که زیاد مزاحم نشه تو بازی. و آقا دیگه چی نمیمونه، هیچ چیز نداریم. رنگ هم بچه تو بتل مستر یکی که برو بریم آقا، برو بریم سراغ شروع کار. یه دست بریم بتل بزنیم. خب رفقا آقا اومدیم سراغ مچ دوم. اینقدری که مچ اول خوش گذشت و خوب بود دیگه گفتم بزن لفت بریم مچ دوم و دوباره ما دیده نشدیم. واقعا امیدوارم یه روز من خیلی بچه کم دیده میشم. شاید بگم از اول بازیام تا الان مثلا کلن چونم 5-6 بار لیدر شده باشم و واقعا چیز مزخرفیه. الان باید آها ببین یارو بلده کاره میام دنبالش. یا فارم داره، فارم میره بهتون زیاد. بله داره میره فارم. خوبه که ولی من جاش بودم میرفتم لانچ بیس. من خودم اگه تنهایی باشم لانچ بیس میرم و وای کاشکی میرفت سمت آسیا بادی، ولی اشکال نداره اوکی. ولی اگه میرفت سمت آسیا بادی واقعا چیز جذاب و حلال واری میشد. گان خیلی تا الان بد داده واقعا. گان خوب واقعا نداده. بنده این موضوع رو دوست ندارم اصلا. اینجا هم که لوت شد. جهان روس واجی عالی. شماره که زدن از بس این ریسکت بدونه هیچ چیزی رفت، بدونه هیچ.
من نمیدونم سوارشم چرا میتونم میرم لانچ بیس آجی میرم لانچ بیس ریدم با این چیز کردنم هندل مفکر خیلی بالاتر از این میرم ولی آجی بدترین جای ممکن اومدم. دو تا گان خوب داریم واقعا خوب داریم ولی تیر اصلا نداریم و به شدت تیر میخوام و چقدر تیر گوزا اینجاست. یه دونم تیر روز بچه شما حتما برام تو کامنت بنویسید گان مورد علاقتون تو کال آف چیه. من خودم به شخص گان مورد علاقم روسه بچه واقعا گان خوبه، یعنی هم ایمش خوبه هم دمیجی که نزده ولی خب همه چیشو من دوست دارم. اصلا کلا گان باحال خوبه. من خودم گان مورد علاقم روس و AK 47 یعنی اول روس بعد AK 47. شما هم حتما تو کامنت برام بنویسید گان مورد علاقتون توی کال آف چیه. و اوکی آقا برو بریم جلوتر. ترسیدم یه لحظه یو اول فضیارمونم زدن آجی گیان زدم تو ماشین حرکت نمی‌کنی مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. آجی عالی اصلا کارت فوق‌العاده بود این صحنه. اوتس باشد اوتس هم بچه من دوست دارم. اوتس هم واقعا گان جالبیه. ببین من همه گانا رو دوست دارم واقعا بغیر از شاتگانا بعضیاشون با این چیزا. من همه گانا رو واقعا دوست دارم. شاتگانم حالا که فکر کنم خود زیاد بدم میاد ولی تو بتل رویال به نظرم به درد نمیخوره شاتگان. الان کسی که حرفه‌ای میان میگن نه شاتگان خیلی به درد میخوره. بریم توی خونه رو بگردیم حاجی. ببین اللحاظ تیر این روزا خیلی تمیمی و واقعا عالی میباسه. من یارو ببینم اوف بیرون زونه حاجی این ماله واسه وای حاجی خیلی بهش دمیج دادم واقعا خیلی بهش دمیج دادم حاجی خیلی وای داریم گم میده. حالا من عادی بازی میکنم یعنی واقعا خوب بازی میکنم. الان دیگه آقا یه 20 ثانیه گذشت دوباره اومدیم نواسیم یارم کجا میره شماره 3. نه من میرم شماره که شرف دارم. اینا رو دارم میرم بیرون زون من برم میرم تو زون چون اینا دارم میرم بیرون و کارشون نیست کامل رفتم بیرون. من اومدم اینجا که اصلا میخوام لیکفورم حالا نیدم چیزو تو مپ اینو جدید چیه ولی خب امیدوارم که روش پر لوت باشه. یه انفو پیدا کردیم آجی واقعا دلم میخواد برم کمکشون. بیرون زونن آجی رفتن بیرون. واقعا نمیتونم مگه اینکه یه ماشین پیدا کنم چون همینجوری نمیتونم برم سراغشون واقعا آجی. واقعا من تک نفری ادامه بدم اوه کار خیلی سخت شد رفقا. وای هلیکوپتر داره رد میشه و این خوب نیست آجی. بچه ها نمیرسم انمی آجی فکر کنم انمی دیدم. نه نیدم واقعا نمیرسم بچه مردن. خیلی هم تایمشون کم بود ماشینم پیدا نکردم واقعا نمیتونستم برسم. او بمیر دیگه
دیگه چقدر بزن حاجی چرا نمیمون من چقدر بهش دمیج دادم وای آقا لیول اپ هم شدیم دبلیو آقا لیول 52 شدیم و عالی واقعا اوکی دروغ بود دیگه نه دیگه نه من نه دیگه میخوام اسم تو فراموش کنم آتیش آقا یا برو فرم یا برو لانچ بیس دیگه لانچ بیس به نظرم بهترین گزینه است واسه برید کمک رفقا وای نه بذار سوار موتور شم نه خوش نگاه کن این بالا این داره دنس میزنه بعد نزدیک من آجی رفقا دست قبل اینقدر دیگه خوب بود اصلا شاید به احتمال 90% نذارم اون دستو اینقدر دیگه خوب بود و بله نه لیدر نمیشیم تازه 3 نفره هستیم اصلا ببین ته دبلیویم ما واقعا ته دبلیویم و من گردم بشونم خب بابا نرید اینجا دیگه خدایا کی حاصل خوبی چه داره آقا یو اول وای داشتی اذیت میکردی و واقعا زیبا نبود کارت اولین کیلو گرفتیم کلی هم چیز میز داشت آقا مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید بچه‌اش یکی یعنی فکر کنم طولانی ترین ویدیویی بود که بچه‌ها من تا الان گرفته بودم 52 دقیقه چون رکورد بودم و شبیه نزدیک 4 دست فکر کنم زدم بتل رویال و بازم نتونستم بچه‌ها رنگ آرزونم به مستر وی و واقعا نتونستیم به هدف تولد رسیدیم چون خیلی زیاد میشد چون لولم هم رفته بالا یکم بچه‌ها دیر به دیر دیگه رنگ میده بهمون و آره دیگه خیلی به نظرم خوب نبود خیلی هم بد نبود یه دست تونستیم وینر بشیم 4 دست فقط شما 2 دستش اونم تازه با کاتای زیاد ببینید و ممنونشم که ویدیو رو لایک کنید چنل سابسکرایب کنید نظرتون حتما در کامنت برام بنویسید بچه‌ها و دیگه فیلم مونه مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید و تا ویدیوی بعد فعلا